حالا بعضی آدم ها طهارت دست و رو رو خیال میگیرن که همین رو رو میشه دستا خلاص پاشان نمیشتیان. این تو نیست عزیزان من. طهارت دست و رو مثل همین طهارت کامل است، فقط مستحب نمیکنی، یعنی عقیب تا نمیشویی پیشت کتی اگر پیشاب نکرد باشی. مثلا یه آدم ساده بوده ده هم بادش هم که میبر آمده یه هفته آب کنیش میشتن عقیب شد. او اسراف است. ولی در بعض کتاب میگن که اما اسرافش انوی است. برای باد قفار شوشتن شرط نیست عقیبه، اما طهارت کامل میکنی، دستاتو تا بند دست میشویی، دهنت 3 بار آوگردان میکنی، بینی رو 3 بار آوگردان میکنی، رو میشویی 3 بار، خوب دستا رو تا آری 3 بار میشویی، مسح سر میکنی، پا رو هر دوش میشویی، انا بعد نماز میخونی. اگر پا رو نشسته نماز خوانی نماز درست نمیشه، زیر شستن پا فرض است دادر عزیز. عقب وقتی که باد میبرویا یا آدم خوب میکنه طهارتش میشکنه، در این صورت ها همون وضو لازمه. یعنی که استنجای آبی در کار نیست، فقط وضو. یا وقت سوال شد گفتن داملا یک آدم اگر گزیده باشه انا چیکار میکنه؟ من گفتم طهارت دست رو میکنه انشالله درسته، نمازش درست میشه. یا آدم گریبانش قپید الهی توبه گفت عیب کنو رو را میشوان. این شریعت جای نظری دلیلای عقلی نیست، بیناست عقلی کاری با علی سیناست. این شریعت مقصد جای تری دلیلای عقلی نیست، دلیلای نقلی است. مقصد که با برومدن باد نجاست آلوده نشیده ایت کو، برای همین استنجای آبی در کار نیست. اما وضو میشکنه حقیقتا. الوضوء من کل صوت و ریح. پیغمبر خدا گفته است که طهارت واجب میشه از هر آواز، از هر بو. همون گوز یا آواز داره یا بو داره، اما مقصد که همون وضو واجب میشه و استنجای آبی نکن. خب اگر در حاجت خانه، خب پس از بیرون شدن حاجت خانه با کلوخ یا بومگا خود را تازه کرده و با آب مستحب نکرده، با آب طهارت دست و رو پای کرده نماز خوانی می شود؟ درست می شود برادر عزیز؟ اگر انسان وارد حاجت خانه شود و خودش را پاک سازد خواه به هر یک نوعی که چی توالت دی بومگا باشد، چی خلوخ باشد، چی پخته کهنه باشد، چی لطه کهنه باشد، وقتی خودش پاک میکند آنچنان پاک میکند که دلش گواهی میتید که دیگر در مخرجای همه انسان چیزی از نجاست باقی نمانده است. دلش گواهی میتید. در همین حالت پس از این شستن آداب میگویند. شوی خوب نشویم باقی نداره. ما فقط عادت کردگیم دادرای عزیز، فقط عادت کردگیم که بعد خودمان خشک کردن، قاق کردن حتمی با آب مستحب میکنیم، یعنی دل ما قرار نمیگیرد. و الا قانون شریعت این نیست. قانون شریعت بعد خشک کردن انسان اگر آبم نرساند در همون مخرجای خود ضرر و زیان ندارد. اساس دور کردنی همون اثر نجاست است. نجاست دور شد تمام، خودش قاق شد، میتونه طهارت دستی رو کنه، مثلا باقی مانده اعضاهاش میشود. درست میشه داداره؟ همین را خوب فهمین. چند بار من همین را میگویم، با بعضی ها مثال تغییرات میدارن، بعضی ها عقلگرایی میکنن، او قم الله باشی و دلیل و حجت داری از جات حاضر خیز گپ زدن بگی، ولی چیزی نداری، گویم فکت نداری، دلیل نداری، چیزی گفتم گوش کن. نگو این چیزی نوی و با این فتوا را از کجا گرفتن؟ از کتاب گرفته. و من چیزی ندارم از خودم، یگان وحی برای من نمی آید، از یگان جای دیگر برای من یگان خبر نمی آید، کتاب میگد. شما میتونید کتاب مختصر، کتاب طهارت، باب استنجا را ببینید، خودتان تماشا کنید و سخن کتاب برادر عزیز. برای بسیاری آدم ها گویم که نمیدونم یا برای خودشون شیرین کردن یا برای خودشون فهماندن که من علم بلندتره، علم بلند داری از پس من نیو در پیش من خیز گپ زن. من هر یک مسئله را حاضر گپ میزنم،
اگر تو مثال دلیل داری و حجت داری خیز از جا در مثال بین مردم هم گپ زن، من تو را قبول دارم. ولی وقتی نداری چیزی را و من نام کتاب گپ میزنم یا برای تو مسئله را بفهمانم، تو پیروی او شد. اگر وی غلط و خطا باشد، من در این مسئله گفتگی پیش خدا را جواب میگویم. برادر عزیز، همین مسئله را خیلی با دقت باشین. هر چیزی که برادر عزیز میشنوین و کسی در همو ایراد میگیرد یا میگد همین نادرست است یا همین فلان است، شما برای نادرست اگر شما دلاور نشوین بر من روبرو گپ زدن، شما در مکتوب نویسین، من میخوانمش. برای همون شک از دل شما دور شدن. کدام مسئله ای که شما در او شک دارین، شبهه دارین، یا یگان پیشواتون میگه همین مسئله نادرست است، شما ویا با من نویسانین، لیکن فقط همون ادرس همون آدم هم در نویسین. خدا خواهد من برای شما جواب گویم. برای همین مسئله همین رنگش داده رو عزیز. ولی بعضی آدم ها بیچاره حتی بیمارن همونها را مجبور میکنن که مقصد خشک هم کردی حتمی آب برسان. حالا که برای آدمی بیمار که تماما این اسلام دینی هست برادرای عزیز که حرج نداره، مشکلات نداره. این مشکلات میداشت ببین در یک سال یک بار ماه رمضان میاد میگد معدت مزهش نیست، روزه تا بخور. قوت روزه گرفتن نداری، روزه تا بخور. قوت راست ایستادن نداری، ببین راستا نماز خواندن فرض است. وقتی قوت راست ایستادن نداری، جا در نشستن نماز خوان. او اسلام دینی هست که مشکلات نداره برادر عزیز، همیشه آسانی است. من یک شب با طهارت خواب کردم. سحر از خواب بیدار شدم و طهارت دست و روی کردم. چند نفر همسایه هایی که دیدن مرا ملامت کرده گفتن که تو باید مستحب میکردی. یعنی مقصدشان که استنجا بود مقصدشان بود. بله، اگر کدام انسانی که مثلا خواب کرد وقتی که سحر به نماز خیست، مادامی که به قضای حاجت نرود، خواه پیشاب خواه بالاتر از آن، در این حالت استنجا شرط نیست. یعنی مستحب میگن مردمی ما، شرط نیست، بلکه این بدعت است. برای آنکه از آنجا چیزی نبرآمد از غیر باد و استنجا کردن از باد در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، خود ابن العابدین در حاشیه خود ذکر کردند که یکی از نوعهای طهارت که آن بدعت است، این استنجا کردن بعدی برآمدن باد. یعنی بعدی برآمدن باد استنجا کردن این بدعت است، یعنی در دین ما نیست. برای چی؟ برای آنکه استنجا همان وقت مشروع میشد که اگر آلوده شود بدن به نجاست. برای پاک کردن خواه استنجای خاکی خواه استنجای آبی، عموما استنجا مشروع است. اما به برآمدن باد استنجا مشروع نیست. ابن قدامه رحمت الله علیه هم گفتن که اصل ندارد استنجا کردن. داملا به جوانان و اساسا شاید کودکان باشند که شاید پیشاب میکنند و پیشابشان به آلوده میشود به بدنشان و خودشان از این شاید آگاهی ندارند و آگاه هم نمیشوند. سخنهای شما را دیگر به خود قانون کنند و بدون طهارت به نماز طهارت دیگر چیز است، استنجا دیگر چیز. یعنی مردم ما حتی بعضی انسان ها در زمانی که مدرسه میخواندن به نماز تراویح می آمدن فقط استنجا میکردند و میدر آمدند. طهارت گفته همین نمیفهمند. طهارت این است، طهارت از شستن دست شروع میشه. دست را 3 مراتبه میشوید، کف را، دهان را، بینی را، روی را، دست راست همراهی آرنج، چپ همراهی آرنج به سر مس میکشید، بعد دو پای ها را میشوید، اول راست بعد چپ. انا همین طهارت است. اما وای استنجا هست، وای بعد قضای حاجت باید انسان استنجا کند، خود را پاک کند و به طهارت اصلا دخل ندارد. یعنی منظور من همین است. اون کودکانی که مثلا سخنهای شما را این لحظه میشنوند، پیشاب که کردن، بعد از پیشاب شب خودشان بیخبر و پیشابشان آلوده میشود، لباسشان شاید آلوده میشود و خود بیخبر میمونند، بدون استنجا طهارت میکنند و به نماز میپردازند. اگر پیشاب به لباس رسیده باشد این دیگر مسئله ما مسئله استنجا هست. استنجا یعنی شستن موضع خروج نجاست. موضع خروج نجاست را
خواه با کاغذ در زمان ما خواه با آب، یعنی استنجا کردن، شستن، این امر حتمی است بعد قضای حاجت. انشالله امیدوار هستم که آنهایی که سوال داده بودند به سوال خود پاسخ گرفتند. کسی پرسیده است که اگر یک انسان قضای حاجت کرد، چی سبکش باشد چی وزنینش، یعنی چی از پیش باشد چی از قفا، و در وقتی استنجا به کلوخ کرد یا به کاغذ تشناب کرد، آیا می تواند که با همین چیز اکتفا کردن نماز خواند؟ جواب مسئله را خوب گوش بگیرید، بعضی نازکی ها دارد. یکم فراموش نکنید که بهترین راه در استنجا این هست که هم با کلوخ و هم با آب یکجا باشد، یعنی اول با کلوخ خشک کند یا با کاغذ. البته کلوخ بهتر بوده است، لیکن در جایهایی که اونجا استفاده کلوخ معن هست، اگر اونجا کلوخ پرتافتن بگیرن همه بومه گیره دیگر. کاغذ هم حکم همون را دارد. با کاغذ خشک کرد پیش قفایش را، با آب شست، این بهترینش هست. الله متعال در قرآن کریم در صفت اهل قبا فرمود که فیه رجال یحبون ان یتطهروا، مردانی هستند در اونجا که میخواهند که بسیار پاک شوند، یعنی پاکی را بسیار دوست می‌دارند. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم از اونها پرسید که در شما چی صفت است که چگونه پاکی را اینقدر رعایت میکنید و دوست می‌دارید که خدا شما را در اینجا تعریف و توصیف کرده است؟ گفتند که ما بعد این که با سنگ و کلوخ خشک میکنیم با آب استنجا میکنیم. در درجه دوم هست و یلیه فی الفضل الاستنجاء بالماء فقط. عباره شامی هست غالبا. دوم درجه در فضیلت در استنجا این است که کلوخ یا که کاغذ استفاده نبرد نیست، همچنانه که در سرزمین حرمین ما و شما بسیار مشاهده میکنیم نیست، در اونجا کاغذ نیست، یعنی در جای قضای حاجت کاغذ ماندگی نیست، کسی از خودش برد میبرد. با آب شستن این دوم فضیلت هست، دوم درجه هست، با آب تنها. تا چه قدر؟ تا همین قدر میگه بشوید که دلش آرام گیرد که قرار کرد. آب هم خاصیتی چی دارد؟ خاصیت مانعیت دارد که دیگر وقتی که استنجا کرد پیشاب را نمیماند که براید. سوم درجه اگر آب نبود یا آب استفاده نکند جایز هست یا نیست؟ در شریعت سوراخی که از اونجا نجاست میبراید اون شستنش عفو هست. خوب گوش کنید، سوراخی که از اون نجاست میبراید، چی پیشاب باشد چی قفا باشد، بعد از اینکه نجاست را پاک کرد اگر همون مقدار خودش بود، خوب گوش کنید، اگر همون مقداری دهنی برآمدی نجاست تنها بود اون را پاک کرد، شستنش فرض نیست. اگر از جای برآمدن نجاست تجاوز کرد، از دهنی برآمدن نجاستگاه نجاست تجاوز کرد، کمتر از درهم شرعی هست یا اینکه برابر درهم شرعی هست یا زیاد از درهم شرعی، کمتر از درهم شرعی یا برابر درهم شرعی یا زیاد.
لیکن این در نجاستی که جسم ندارد، در پیشاب مثلا، خوب گوش کنید، در اون نجاستی که جسم ندارد، در پیشاب مثلا، اگر برابری درهم شرعی چه مقدار است؟ در کتاب‌های فتاوا می آید که در کتاب‌های فقهی که به منزله عرض کف، در همین کف ما و شما یک جایی هست که اگر آب گیری می ایستد، عرض کف، همون شکل دایره شکل اگر گیریم، حضرت مولانا رشید احمد لودیانوی رحمت الله علیه در احسن الفتاوا می فرماید که غالباً 2 سانتیمتر رو 2.75 سانتیمتر قطری همون دایره هست، همون یعنی یک درهم گردیش 2.75 سانتیمتر هست، به شکل دایره شکل گرد بودن. اگر همین مقدار هست یا از این کم هست، علامه شامی رحمت الله علیه می فرماید که اگر این را نشست و با همین نماز خواند، در پیشاب گفته ایستادم، نشست و به همین نماز خواند، نمازش ادا می‌یابد، اما با کراهیتی تنزیهی. اگر در نجاستی قفا هست که اون وزندار هست، اگر در اون باشد وزنی نجاست اعتبار بوده است. چی نجاست؟ وزنش. همینجا همون یک مسقال هست، لیکن وزن مسقال، چون که اون نجاستی وزندار هست، جسمدار هست. وزن یک درهم را یا یک مسقال را ما گفتیم بارها که 4.25 میلی گرم، این کمترین حسابش است. وگرنه نظریه حضرت مفتی رشید احمد لودیانوی رحمت الله علیه 4.86 گرم هست. اگر همین مقدار وزن از نجاست باشد، این برابر چی هست؟ وزن مسقال. همین مقدار یا کم باشد، خواندن مکروهی تنزیهی است. اگر از این وزن زیاد شد، دیگر شستنش فرض هست. در نجاست پیشاب هم اگر از 2 سانتیمتر و از 10 چند گفتم؟ 75 غالبا بود. از همین مقدار اگر زیاد شد، پیشاب زیاد رفت، شستنش فرض هست، استنجا فرض هست. این حکم شرعی هست. اکنون هر انسان اون قدر فهمشش هم نمیگیرد و باز یگان جدول هم نمیگیرد که چین کند که چی مقدار شد. برای همین بهترین راه و رویشش این است که بعد اون استنجا به آب کند. هم از شبهه دور می شود، فکر میکند که از درهم کم هست، ممکن از مسقال کم هست، زیاد شده باشد. اگر زیاد شده باشد درست نشد، چون که شستنش فرض می شود. برای همین بهتر هست که آب را استفاده کند. هم فضیلتی هر دو استنجا را به دست می آورد و در فضیلت اولین درجه را عمل می کند و هم از شک و شبهه دور می شود. بالفرض اگر برای کسی میسر نشد آب، یا آبی بسیار سرد بود، اگر به همین گفته اگر استفاده کند، این جایز می شود نمازش. اگر از مخرج تجاوز نکرده باشد، به کراهیت اگر از مخرج تجاوز کرده باشد تا درهم و از درهم کم مکروهی تنزیهی، اگر زیاد باشد دیگر نمی شود فرض. در حالت فرضی می شود. در این صورت ها اگر نشست و عمل کرد، نمازش درست می شود. در یک صورتش با کراهیتی تنزیهی، در یک صورتش به کراهیت. خوب گوش کرده؟ خوش رو بفهمی. اگر نفهمیده با بگی، بعد نگه که مولوی اجازه داد که رفتم بگیریم. خیلی امی مسئله را واقعا از علما میپرسن، بیچاره علما امی خیلی جواب میتین. بعد مردم هر خیلی گپ میکنن که فلانی واعظ گفت که بره میشوه. این خیلی نیست. به همین قید شرط های، این قید شرط را هر کس
رعایت کرده نمیتونه، با علل خصوص خدا نگه داره آدم شکم درد باشد چند درهم جزیر میکنه، یک مسخال نه چند مسخال به نماز میشوه. برای همین توصیه من این است که این برای بیان مسئله بود. توصیه این است که همه وقت هم برای از شبهه دور بودن و هم برای دریافت فضیلت که خدا فرمود فیه رجال یحبون ان یتطهروا، هم استنجا با کلوخ یا کاغذ کنید، از بالای او استنجا با آب کنید. خداوند متعال همه ما و شما را توفیق دهد که به بهترین چیزها عمل کنیم.